دوستان زمانی که گوشت تهیه میکنیم میبریم منزل، دو تا کار اشتباه رو انجام ندین. یکی این که گوشتتون رو مستقیم داخل فریزر نذارید، تو یخچال به مدت 3 الی 5 ساعت به حداقل دما برسونید، مخصوصا تو فصل تابستون. بعد گوشتتون رو فریز کنید. این کار باعث میشه که رنگ گوشتتون سیاه نشه و کیفیت اول از دست نره. دوم، گوشت رو شستشون ندیم به هیچ وجه، چرا که گوشتایی که ذبح میشه داخل کشتارگاه شستشون میشه، یه روز اونجا داخل پیستر نگهداری میشه و رطوبتش گرفته میشه. وقتی شما گوشت رو شستشون میدین، آب روی گوشت که باقی میمونه داخل فریزر برفک میزنه یا به اصطلاح علمیش کریستال میبنده. اون کریستال باعث میشه که رطوبت خود گوشتم از بین ببره و گوشتتون خوش بشه و رنگ گوشتتون سیاه بشه. گوشت رو بعد از اینکه از فریزر در آوردین، قبل از پخت و پزتون، از بین بردن باکتری سالمونلا و بوی زخم مرغ، این دوتا کاری که میگیم رو انجام بدیم. شما زمانی که چه مرغ درسته میخرید، چه قطعه بندی مرغ یه باکتری به نام سالمونلا داره. عوارض این باکتری تهوع، استفراغ، تب و لرز و ناراحتی گوارشیه، جوری که فکر میکنی کرونا گرفت. این باکتری با حرارت و پخت و پز کاملا از بین میره، اما قبل از پخت به خاطر اینکه محیط آشپزخونه و سینکمون آلوده نشه، شما به اندازه‌ای که مرغی که خریداری کردین یا قطعه بندی مرغ، محلول آب نمک و مقدار کمی آب لیمو، مرغتون رو 20 دقیقه مرینت کنید و بعد از 20 دقیقه مرغتون رو بشورین، یا داخل یخچال نگهداری کنید یا به پخت و پزتون ادامه بدید. با این کار هم باکتریتون از بین میره، هم بوی زخم مرغتون از بین رفته، هم مرغتون بعد از پخت سفید میشه مثل برف.